برادران و خواهران عزیز، اگر ما یک کلمه تندی برای خودمان نمیپسندیم، چرا اون کلمه را بدیل دیگری میزنیم؟ اگر ما تحقیر شدن را تحمل کرده نمیتوانیم، چرا زبانمان را چون خنجر بر آبروی دیگران میکشیم؟ اسلام دین رحمت است. اسلام سراسر خیرخواهی است. الدین النصیحه، نه دین آزار. خداوند متعال می فرماید و قولوا للناس حسنا، و مردم به نیکی سخن بگویید. خدا نگفت فقط با دوستانتان خوب بگویید، نه، نگفت فقط با خانواده ایتان، فرمود با مردم، هر کس که باشد. و باز می فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ سخنی از دهان انسان بیرون نمی شود مگر اینکه فرشته آن را ثبت می کند، رکارد می کند. از هر کلمه‌ای که میگویی یا نور است یا آتش. یک کلمه تحقیر ممکن است قلب را بشکند، یک تمسخر ممکن است ایمانی را ضعیف کند، یک بی احترامی ممکن است رابطه ای را نابود کند. از متوجه حرفهایت باش عزیز دل، نشود قلب را بشکنی، نشود آبروی را بریزانی. از متوجه رفتار و گفتارت